به نام آن جلیلی که جلالش جلوه دلهاست و درودی بی پایان بر سرور کائنات، فخر موجودات، منجی عالم بشریت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. سلام سلامتی حضور همه شما دوستان عزیزی که در این مجلس پرشکوه قدم برده فرمودید، خیر مقدم عرض می دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپس من می خواهم در رابطه به فضیلت علم صحبتی داشته باشم. عزیزان گرامی، همه شما می دانید که علم یکی از لازمی ترین و ضروری ترین چیزی است که انسان در شناخت دینی و دنیوی خود به آن نیاز مبرم می دارد. علم چیزی است که انسان را سعادتمند می سازد. علم چیزی است که انسان را به مقام و منزلت بالا می برد. علم چیزی است که انسان را پیروز می سازد. بهترین چیزی که در زندگی برای انسان عزت و آبرو می بخشد علم است. چنانچه بزرگان و دانشمندانی که در مورد ارزش علم سخنان زیادی بیان نموده اند، به طور نمونه به چند گفته آنها توجه کنیم. علم نور الهی است که در قلب انسان فرو می آید. علم درختی است که ثمره آن عمل می باشد. علم گنجی است که هر قدر از آن مصرف کنیم کم نمی شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: طلب العلم فریضة علی کل مسلم. طلب کردن علم، آموختن علم بر هر مرد زن مسلمان فرض است. پس ما باید در راه آموختن علم کوشا باشیم و دانش کسب شده خود را در خدمت دیگران قرار دهیم. در پایان از خداوند متعال مسئلت دارم که برای تمام مردان و زنان مسلمان علم با عمل نصیب بفرماید و همه ما و شما را در دنیا و آخرت سرفراز و کامیاب بگرداند. آمین یا رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم.